با هم دیگه این دو تا خواهی که باقیمون رو باز کنیم، ولی قبلش بیاین اینم باز کنیم. خب بچه‌ها بگم اینکه این چیه. اول از همه این یه پایه دوربینه، چون من میکروفون خریدم. زیر میکروفونم یه چیزی داره که بهتون نشون دادم داخل ویدیو. میشه میذاشم رو پنجره گوشیمو، ولی الان دیگه نمیتونم. خب اون هستش، ممکنه که اون آسیب ببینه. بعد هم یه دونه پایه داداشم برام سفارش داده، مدلیه. میذاریم گوشیو میذاریم اینجا. الان من گوشیم روی رینگ لایت، به خاطر همین نمیتونم تستش کنم. من عجله آماده شدم اومدم که ویدیو بگیرم. نمیدونم سبیمو خوب بستم یا نه، دیگه شما بزرگی خودتون ببخشید. سراغ تست این خوراکی‌ها که اول از این کوچیک شروع میکنم. یه چیزی بهتون بگم، من باورم نمیشه واقعا تو پرتا 200 خورده ای. البته اینم بگم که پول کرایه‌اش از خود اینا بیشتر شد. چیه این مثلا؟ واقعا برای خودم متاسفم. حالا می‌خوایم تستش کنیم ببینیم چه جوریه. این چوب خشکه. صداشو میشنوین؟ سیلا، ولی صداشو بشنوین شما. سیل مگه اینقدر صفر میشه؟ اون سراغ یکی که چی هم نداره، 4 تا دونه گوش بیشتر نیست. گوشو دوست داشتم، این داخلشه. خودش شاید خوشمزه باشه. لعنت به من که پول دارم برنا. قسمت سبزش سنگ بود، یه لاک میداد. بچه به نظرتون پیجشون بذارم نخرین ازشون؟ من نمیدونم 100 خورده ای آدم برای چی اینو فالو کرده هستن. اینقدر مزخرف. این بار واقعا از جی خوراکی سفارش میدم و انقدر مزخرف. حالا بیایم بهتون ناخنامو نشون بدم. نشون داده بودم؟ نمیدونم. همین دیگه. خیلی دوستتون دارم. تو ویدیو بعدی میبینمتون.